رسیدیم خانم پینار. کنی بیا 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 بیا. رفتیم. آفرین. انا خیل. آی اینجا خونه پدری من است. تو را به خونه پدرت آوردم. باز چی میخوایی؟ پزمون شده ای؟ بیا رفتیم. به خانه‌ام خوش آمدی خانم پینار. تو مرا فریب دادی؟ کاری بد شد مگر؟ با بیگانه نماند. ببین این همون شد. نه چخل نقل شد. شرف خودش ناماده است و با من عکسش رو فرستاده است. گوش کن جنت، به تو یک چیز میگویم. شرف یکون روز خودش به نزدت میآید، به زانو زده ناغاقی کرده میگوید، تو رو التجا میکند. پشیمون میشود. پشیمون میشود. البته میشود جنت، مگر من تو رو بیهوده به استانبول آوردم. و عذابی وجدان میکشد و تو باشی تماشا میکنی. همسر و فرزندانش همه درویش رو از دست میدهد. انا این خیل به تو قول میدهم جنت. دخترم آخر گفته بودی که شهر را دوست نمیداری؟ به ازمیر رفتنی بودی؟ بعد تو چی شد؟ نه نمیروم، در همینجا میمونم. کنی این رو گیر. در درون این چیست؟ بازگان چیزی بدبویی نباشد که ماشینم بوی بد کنم. حتی شانه شکستش رو هم گرفتم. کنی گیر. فهمو. تو با کجا بردنت رو فهمیدی؟ فهمیدم. خیرت که تمام شد. با کجا می روی رفت؟ از رویت بیزارم. خانم موسیه، ما همین سهر گپ زده بودیم. آخر باید از من خبر انتظار میشدید. چرا زنگ تلفنی من رو انتظار نشدید؟ نتوانستم. غیر از این با آقای غالیب گپ دارم. شما چه میکنید؟ این کار باید بین هر دویمون موند. خانم موسیه خوش آمده. آوازتان را از بالا شنیده باوریم نآمد. خوش آمده. سلام. مرحمت کنید. مرحمت. خانم جانان در حال به ما قهوه آماده کنید. مایلش به من دهید. پالتویتان رو گیرم. مرحمت. چقدر قهوه میخواید خانم موسیه؟ با شیر. عذر میخواهم، شاید برایتان خوراک آماده کنم. نه پرهیزم. براستی خانم آسیا چه وجه به پرهیز؟
خانم آسیه، اگر فکر کنید که چرا خانم جانان حالا هم در اینجاست، تا حال خانه نیافته است، برای همین اینجاست. من هم برای همین به اینجا آمدم. حاجت بر رفتنش نیست. یک ناخوشی بود و گذشت. یعنی من نمیخواهم که برای من شده نفری رو از کار پیش کنید. مسئله آن دخترک هم حل شد. شنیدم که مادرش رو یافته است. یعنی من میترسم که بسری کودک یگان بلای نو. اینقدر رحمدلی. من هم محض به خاطر دل شما رو رنجانیدنش او را از کار پیش کردنی بودم. زنی بیچاره نبیرش را میکابد. غیر از این او حاضر خیلی گرفتار و راه افتاده است. به بالای این پسرش در بیمارخانه است. من هم فکر میکردم در این احوال چطور او را پیش میکنم. آقای غالب، به فکرم خانم جانون باز یک دختر هم دارد. ها، البته یک دختر دارد. دخترش هم با غم و درد خویش آواره است. به دخترش چی شده است؟ یک شوهر بی‌فراست داشت. بیچاره را بسیار عذاب داد. در حقیقت مرحمت خانم آسیه. تشکری زیاد. مرحمت آقای غالب. تشکری زیاد. نوشی جان. بسیار داد نزنی. داد نزنم و من یگان داروی و ملهم ده آخیر پایهایم میسوزند. گیر. این چیست؟ برای سوخته ها یک بارا سیاد میشوی. شب مالیده صبح به پایت میخیزی. ده با پایم اولم برم. البته تو با کجا رفتی؟ با من ده. بیا آمده گیر. همه کار رو من کنم. اوی رسیل. گیر مادر جان. مادر جان. بیبیم حتی عکسایمون رو فرستادن. چی اون کس دیگر ما رو دیدن نمیخواند. اینها رو حاضر جا بجا میکنیم. بعد جا بجا میکنیم. کمی خسته شدم. یک ادوکت اومده است. رو دیدن میخواهد. میبینم با پلیس ها و ادوکت ها رابطه زیچ داری. من حاضر می آیم. خوش آمدید. خوش باشید. با فکرم در آشخانه صحبت کنیم بهتر. البته مرحمت. تشکر. دلم برایت سوخت. نگر برایت آبی یخدار آوردم. پایهایت را به درونش گذار. کمی راحت کنند. مرحمت. بیا جانکم. بیا
یخدار است. بله یخدار. بیا جانکم، پایت را به درونش گذار. آهسته دردش کم می شود. بیا دردش کم می شود. هم یخدارم نمکدار. فراموش کردم که در درونش نمک ریختم. گویم یعنی اون شب در اینجا موند. شرف به شما یگون چیز نقل نکرد؟ یگون چیزی که دقتتون رو جلب کرده باشد یا یگون سخنی که تنها به شما گفته باشد؟ اگر میگفت نقل میکردم، لیکن نگفته است. شوهرتون چرا اینقدر میترسید؟ مادامی که بیگناهیش رو میدونید چرا از پلیس گریخت؟ من همین رو از او پرسیدم. جوابی آدمانی کشته شده رو چطور میدهم گفت. او میترسید که این جنایت ها رو به گردن او بار میکنند. جنایت ها گفتید؟ بله، 2 نفر. اول راننده، بعد اوستا. من از اوستا خبر نداشتم. چه خیلی خبر نداشتید؟ تنها او حقیقت رو میداند. با من همین طور گفت. شرف برای نجات دادن اوستا برگشته است. اوستا رو دیگر آدمون زخمین کردند. شرف پنهان شده. پس از رفتن آنها آن مرد رو به ماشین سوار کرده. برای بیگناهیش رو اثبات کردن او رو به بیمارخانه برده است. لیکن در راه اوستا مرده است. شرف باشد ترسیده گریخته است. گفته هایتون خیلی مهم بودن. تشکر زیاد. همین طور. بله. به فکرم با آقای شرف جدا شده ایستاده اید. تا جایی که من حس کردم شما او رو دوست می‌دارید. وگرنه چرا از صمیم دل او رو حمایت میکنید؟ من همیشه او رو دوست می‌داشتم. خانم جانم، پگاه به من زنگ میزنید همین طور نی؟ دخترم رو میارید؟ البته طاقتم تاق شد آخر خانم جانم. البته زنگ میزنم، لیکن التماس این کار بین خودمون ماند. خواهش میکنم با آقای غالب هیچ چیز نگویید. شما را تا نزد ماشینتان همراهی می نمایم خانم آسیا. اگر خواهید تا خانه‌تان با شما می روم. نه زحمت نکشید، لازم نیست. چه خیلی زحمت این طور می شود مگر؟ مرحمت کنید. شبتون خوش. شب خوش. باز بیایید. خیر. خوب آقای غالب. خدا کنش تا پگاه پینا رو پیدا کرده توانم. من دیرتر میگویم بازم. خوب کن. خانم آسیا، من فکر کردم که شما خوابید. ناراحت نکردم. نه حالا خواب نکردم. شما بیمار شدید؟ من حاضر رفته برایتان دارو میارم. نه بیمار نیستم. نیتی بیمار شدن هم ندارم. چی؟ دیشب همراه با یک خانه رفته بودیم. در اونجا چیزی رو می جستید.
ба фикрам ёфтед ки ҳамин қадар хурсандед. ёфтам. як чизеро ёфтам ки ба ногоҳ шабамро ба рӯз табдил дод. акнун шабҳо ба роҳат хоб мекунам. ман ин қадар мушкилӣ доштанатонро намедонистам. ба ростӣ то аминаро диданам худам ҳам намедонистам. меҳри ӯ маро ба худ баргардон. аслан пештар ман хеле сангдил будам. барои аз ғаму дард раҳо ёфтанам чашмонамро ба ҳама чиз пӯшидам. рост мегӯед? бале, рост аст. амина ба ман дӯст доштану ба қадри дигарон расиданро омӯзонд. барои чизи ҷустаамро ёфтану соҳибӣ кардан ба ман ҷасорат дод. ҳа, дишаб туро дар долон дидам. барои танҳо буданат мегиристӣ. худ ба худ гуфтам ки ҳоло ҳам ҷавон аст. одаме ки фарзанд дошта бошад чӣ тавр метавонад танҳо бошад? дар асл ман танҳоям. ман ҳеҷ гоҳ ин тавр фикр намекардам. яъне намедонистам ки... ҳеҷ кас намедонист. ҷонакам, осияи сарватманд ҳама чизро дорад, лекин ҳеҷ чиз надорад. чӣ ҳаёти талх, ҳамин тавр не? пас ба ҳоли ҳозираатон шукр кунед ки худованд ин хушбахтиатонро аз шумо нагирад. ту ҳамин тавр кардӣ. шаби гузашта барои духтарат ёфтан дуо кардӣ, намоз хондӣ, дидам. бале, ман намози шукр хондам. муддати зиёд шудааст ки ман дуо накардам. бори охир кай номи худоро ба забон гирифтам. дар хотир надорам. аммо худованд шуморо фаромӯш накардааст, хонум Осия. ана дидед, чизи ҷустаатонро ёфтед. ба фикрам барои шукр кардан ҳоло ҳам дер нашудааст. писарам, аз кор баромадаӣ. боз ба куҷо меравӣ? метарсам боз ба сарат ягон бало наояд. модар, бо ин аҳвол чӣ тавр дар хона нишинам? ҳеҷ набошад аз аҳволи шараф бохабар шавам. шояд имрӯз ӯро ба маҳкама фиристанд. баъд аз он ба маҳбас ҳам? модар, ин тавр шуданашро ҳамамон медонем. ҳозир инҳоро фикр карда худро зиқ накунед. бояд барои ҳар чиз зудтар баровардани шараф ягон чора андешем, фаҳмон? ман ба он духтар ҳеҷ боварӣ надорам. аз дасташ ягон кор намеояд. хайр майлаш, ман рафтам. роҳи сафед. яшар, писарам, дар куҷо мегардӣ? куҷо будӣ? маро девона кардан мехоҳӣ? ана омадам. чӣ хизмат намоям? ай гузар писарам. ё ин ки баъда нарафтӣ? яшар, ё ин аз ки... диска клуб гурехтааст, хавотир нашавед. писарам, модоми худаш рафтааст, аз барои худо дастатро ба хун олуда накун. яшар, писарам, мехоҳӣ ки ҳардуятонро якҷоя ба маҳбас фиристам? яшар, чаро як бор фикри модаратонро намекунӣ? оила мисли биёбон аст. با سبزیده برآمدن تخمی ها بیابان به جنت تبدیل می یابد.
به شرطی که آنها هنگام سبزیش پایمال نگردند. روزنامه دهم آقای خیردین. بیده پسرم، کنی فهمیم در مملکت چی گپ و خبر. درست آقای خیردین. تو چی کار کردی شرف؟ شما چی کار کردن میخواهید؟ به این هم گناههایتان زیادند. چی را پنهان میکنید؟ من نخواستم که مرا برای دیگر جنایت هم گناهکار سازند. مبادا دیگران پیش از من فهمند چی؟ روزی مرافعه این جنایتتان آشکار شود چی؟ آنگاه چی کار میکنید؟ شما رو با این رفتارتون یگان ادوکات نجات داده نمیتواند. برای همین هر چیزی رو که میدانید یک به یک با من نقل کنید. نقل کنید که من هم به شما کمک کنم. گوش کنید، حالا جوانید. آخر آیندهتون رو فکر کنید. آرزو و هوس ندارید. نداشته باشید هم آزادیتون رو فکر کنید. من هم کوشش میکنم به شما کمک کنم. مایلش. مادر جان در درون این چیزی هست. مادر جان. دخترم تو چی کار میکنی؟ کنی محکم کن. چیزهای دیگر کس رو گفتن عیب است. کنی رفتیم. کارمون به آخر رسید. ما عین حال همراه یاسمن در بیمارخانه ایم. بعد از آن به خوراخوری می رویم. انتظار نشد. ببر بردنگی گویا قنات برآورده پرواز میکرده باشد. مردم چاره ندارد که میگوید دو هم برقصد او را به بیمارخانه میبرد. یشر آمده پسرم، بیا برای دیدن شرف رویم. امیر هم در همانجاست. این را به یگان کس گذاشتن لازم. با کی میگذارم؟ پسرم همین پای افضال های مرا راست کن. ای خدا. ایستا در جهت. لیلا در کجاست؟ او را با کجا بردی ها؟ اینجا نیست. دروغ نگوی ابله، دروغ نگوی، دروغ نگوی. خانه را کابید، همه جا را کابید. در اینجا نیست. در بالا هم نیست. در کجاست؟ لیلا در کجاست؟ یشر پسرم چرا دمت را گیر کم پری فرتود. باز تو را سر یک تیر نکنم. درم نرس. خاموش. مرا گوش کن. از خاطر نبرار. از پست هستی. اگر در کجا بودن لیلا را دانی و با ما نگویی احوالت بد می شود. یشر با تو ضرر نرسوندن پسرم. احوالت خوب است پسرم، خوب هستی. این دختر خانم آسیه است؟
دخترم، این عکس کودکی من است. لیکن خانم آسیا هم از این عکس دارند. کودکان به هم دیگر مانند می شوند. از این لختک هم خانم آسیا دارند. آی امینه، یک وقتا بهترین لختک همین بود، به مانند بربی های شما. آن را بسیار دوست می داشتم، از خودم جدا نمی کردم به مانند تو. حتی می دونی یک روز چیکار کردم؟ یک چیز سرخ دل مانند را یافتم، آن را به درونش گذاشتم. برای چی؟ فکر کردم که اگر دلگذارم زنده می شود. اگر این دفع می شود؟ نمی شود البته، کودک بودم. آن لختک حالا در کجاست؟ کی می داند در کجاست؟ گم شد. شاید ندهد، برایش مهم بوده است که پنهان کرده. آن دخترشون بوده است. آنا دیدی؟ نمیدهد. من پرسم و من میدهند. لیکن من کاردار نمیشوم. حاضر به بالا میبرایم، خودت میپرسی. اگر ندهد زیق نمیشوی. مایلش پسرم، من پدری سرکمی سر امیر. وای در کجاست؟ به خدا نمیدونم اماق جان. هفته گذشته او رو از کار پیش کرده بودند. شاید نآمده باشد. شرف پدر، حیفی تو. زیخ نشوید. شما رو از این بلا نجات میدهم. با من باور کنید. پدر، شرف یگان گناهی ندارد. کاش یگانه گناهش این می بود. به خانه پیران سالان میرم. من امروز همراه شرف میمانم، لیکن پگاه حتما به نزدتان میآیم. شما غم نخورید. مایلش پسرم. به خانه پیران سالان قندلیه برم. مایلش. روح سفید. تشکر. تو را من به وای رساندم. تو پسری من هستی. وقتی که دستانت را بسته دیدم، من تماما غمگین نشدم. تو باید کیها جزایت را می دیدی،
چون که دست و چشمان و قلبت را با قلف نفست محکم کرده. دستانت را می کشاید، سالها می گذرد و تو آزاد می شوی، ولی تا از نفست رهایی نیابی آزاد نمی شوی. امک جان با این طرف میگردیم؟ نه پسرم، نمیگردیم، به بیمارخانه میرویم. فهمیدم. کارش را در حقمون کرد. خدا جزایش را دهد. هیچگاه روزی خوش را نبیند. از او بیزارم. گلرو بخیر است. تو برای چی آمدی؟ شنیدم که به محکمه می روید. من هم آمدم. تشکر. خوب کرده که آمدی. ببخشید، من حاضر می آیم. من هم رفته دست رویم رو شویم. رو. الو؟ چی شد؟ شرف را صلح کردن؟ حالا او رو به محکمه نبردن. من برای دیگر چی زنگ میزنم. هنگامی کشته شدن استای ماشین شرف هم در آنجا بوده است. همه چیز را دیده است. بعد شرف استا رو به بیمارخانه آوردنی شده است. در راه پلیس ها رو دیده ترسیده گریخته است. بعد مرده یا زنده بودن استا معلوم نیست. شما یک بار همین چیز رو انیق کنید. من آدمانم را میفرستم. اگر زنده باشد چاره اش را میبینم. مادر جان بیاید به بالا براییم. مایلش دخترم بیا رفتیم. ای خدا چرا جواب نمیدید؟ باز چی نقشه ای دارد؟ باز دخترم رو نگریزاند. چی شد؟ ما خواستیم پرسیم که یگون چیز میخواهید؟ نه نمیخواهم. شما فرمایید، من حاضر میآیم. مایلش رفتیم دخترم. بعد اومده میپرسی. رفتیم. گر به
به کسی زنگ میزنی زنگ زن، آمده تو را برند. تا سحر از آوازت خوابم نبرد. وای 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 وای، تو این قدر دوستانی زیاد داشته ای؟ من قدرت رو ندانستم. مرا ببخش. نگاه زنگ میزنند، کنی جواب ده. آنقدر مهم نیست. مادامی تو این طور میگویی حتما مهم است. تلفنت رو بردار و جواب ده، زود بردار و گپ زن. بلنگ یک را گریان کن، من هم شنوم. پینار در کجایی؟ از دیروز باز با تو زنگ میزنم. من وقت ندارم، بعد با تو گپ میزنم. تو منو مسخره میکنی؟ اوسیه است، پسم است. دخترم رو بیار گفته نشسته است. من باید حتما تو رو با او شناس کنم. شد میلاش، بعد گپ میزنیم. کسی باشه جغزن به اینجا بیاید. چی دردی داشته باشد در همینجا گپ زند، فهمیدی؟ میلاش گفتم را کن، فهمان. کجا شدی پینار؟ وگرنه پای هایت را میبرم، فهمان. بیا. بهترش به نزدی من بیا. تو در کجایی؟ در خانه پدرم. در خانه پدر چی کار میکنی؟ بیا بعد گپ میزنیم. الو پینار، الو. آفرین. اکنون تا آمدنش اصل واقعه را به من نقل کن. از اولش باز قفا نمونم. این منطقه رو شما نگاه میکنید؟ بله. روز گذشته در نزد باغ طبیعت یک ماشین ایستاده بود. گمان میکنم یک زخمداری بوده است. به شما همین گونه خبر رسید؟ با فکرم 3-4 روز پیش بود. بله این گونه خبر به ما رسید. من شخصا خودم به جای حادثه رفتم، لیکن در ماشین اون خیلی زخمدار نبود، فقط ایزش رو یافتیم و خلاص. آقای غالی، روزی گذشته حجتهای آورده تان را به خارج کشور به رفیقم فرستادم. امیدوارانه گپ زد. معلومات های نو به دستم رسید. همین را گفتنی بودم. یعنی؟ اگر خانم یاسمن برای طبابت دشوار آمده باشد، من با باوری کامل گفتم میتوانم که صحت می شود. یعنی من راه میگردم؟ به شما کفالت نمیدیم، لیکن احتمالی راه گشتن هست. انشالله راه میگردم. من به تو گفته بودم. لیکن من حامله دارم. بگویید که طبابت به کودکم ضرر نمیرساند. حالا وقتی کودک رو فکر کردن نیست یاسمن. سلامتیت رو فکر کن. این قرار را باید خانم یاسمن برارد، زیرا بین سلامتی و کودکش یکی را انتخاب کند. برای این را فکر کردن به شما مهلت میدیم، لیکن زود باشید. خواهش میکنم در کوتاه‌ترین مدت جواب خود را پیشنهاد نمایید. مرحمت به این جوشید. آقای دکتر بهتر می آید. تشکر. سلامت باشید. پدر؟ دخترم یاسمن، یک دم ایستید گپ زنم؟ چه حال داری؟ دخترم انشاءالله خوب هستی؟ خوبم پدر، خدا را شکر. مبارک شود. خوشخبر را شنیدم، لیکن آماده نتوانستم. کودکانت خوبند؟ خوبند. عینی حال. این چه معنی دارد؟ معنای آن را دارد که در خصوصی به دنیا آمدنی کودکان میتواند فکرمان عوض شود. پدر التماس. باید دانم دخترم، باید فهمم. پدر حالا من خلاصم رو نبرآوردم. اما من کیها برآوردم؟ زیرا همه خلاصه های تا امروز برآورده تا نادرست بودند. از این پس همه خلاصه ها را من میبرارم.
این گونه فرصت رو از دست نمیدیم دخترم. تو چه گفتن میخوایی؟ گفتنیم که یاسمن برای تبابت گرفتنش باید هر چه زودتر کودکان را اسقاط حمل کند. این گناهی خیلی بزرگ است. دخترم جواب این را چطور در نزد خداوند میدی؟ تو به پدرت گوش نکن. به این نگر، تو به چیه تکیه میکنی؟ نه پول داری نه مال. پسرانت باشن چی؟ روزی یکیش از دیگرش زیادتر است. پدر بس کنید، بید رویم. من نبیره هایم را نگاهی ببینم. تو چطور نگاه و بین میکنی؟ تو اول خودت را نگاه و بین کن. در خانه پیران سالان مرده میروی ابله. خبر نداری تنها یک خانه دارید که آن را هم از دستتون کشیده میگیرم. این به خانه چه علاقه دارد؟ علاقه زیاد دارد. پولی آن خانه را کی داد؟ آن خانه با پولی من از شما شد. نباید به خانم آمده زاری و التجا نمود. دلم سوخت. حالا باشد با پولی خودم به من تهدید میکنید ها؟ نبیرم را نگاه و بین میکنی ها؟ تو اول خودت را نگاه و بین کن. خانم نباید التماس در رو کشوید. زود از اینجا التماس خواهش میکنم. خانم نباید مانید من در رویم. التماس خواهش میکنم. زود از اینجا رو. نمیتوانم آخر از پسم هستم. خانم نباید. اگر اینجایان تو رو مییابند زود رو از اینجا. التماس اجازه دهید باید شرگب زنم. یاشار در خانه نیست. من میدونم اون در همین جاست. او شوهر من است. مایلاش تو در کجا میستی؟ در کوچه مرکزی. مایلاش من او رو به نظر میفرستم. در حقیقت او رو میفرستید؟ گفتم که میفرستم. اکنون از اینجا رو. چی شد مادر؟ کی آمده بود؟ همسایه آمد. خواطر شده است. چی گپ شده است گفت؟ یعنی در نزد دوست و دشمن شرمنده شدیم گویید؟ بسیار انتظار شده. با شما چی شد؟ آقای خیردین. همشیره التماس باز یک بار دیگر بینید. باوری دارید که اون آدم رو به اینجا نآوردند؟ البته خانم. اگر می بود حتما در اینجا قید می شد. مایلش. تشکر زیاد. سلامت باشید. من برای بابایم خیلی زیق شدم. برای در اونجا تنها بودنشون پسرم. من هم زیق شدم. این طرف
باشد همراه ما ایستند. به خانم آسیا میگویم. خانم راضی نمیشوند. پس چیکار میکنیم؟ بابایم اکنون در آنجا میمونند. پولهایمان که جمع شد، یک خانه را اجاره میگیریم، آن را آرام میدهیم و بعد بابایتان را به خانه همان میاریم. همراه ما زندگی میکنند. میشود؟ زودتر از پسی او. روز بخیر. روز بخیر. من ادوکات ملک ترکان. اویدی یک دعوای با کمکتان احتیاج دارم. مرحمت. من یک زخمداری رو میجویم. نامش رستم توش. همین خل آدم رو با قریبی به بیمارخانه شما آوردن. حاضر میبینم. مایلش. اگر در اینجا نباشد او رو با بیمارخانه مرکزی بردن. اگر خواهید یک بار آنجا رو نیز از نظر گذارونید. یک بار بینید. راست میگویید، به اینجا آوردن. روز زنده است؟ بله زنده، ولی گریخته است. مبلغ بیمارخانه رو پرداخت نکرده گریخته است. او را در راه یافتند. زخمدار بوده است. او را با بیمارخانه بردن. به هوش آمده گریخته است. بلا زند! از عهده کار برآمده نتوانستید. من شما را برای کشتن آن آدم نفرستادم مگر. آن آدم باید بمیرد. فهمیده؟ خوب شده سردارم. دستگیرش کردن. و حبسخانه میبرند. همه‌اش میگذرد مادر. میگذرد. هر دویتون رو یک و یک باره از دست دادنی نیست. این رو به شرکت بر. دیشب آقای تیمور فراموش کرده است. این رو انتظار است. بردا میرسم. آقای تیمور گفته‌تون رو کردم. پاسبان خودی حاضر براه برآمد. بسیار خوب. تو هر چیز زودتر از خانه برو. در راه گشاده گذاشتن رو فراموش نکن. شما از در قفا می‌دروید. خدمتگار در را برای شما گشاده می‌گذارد. نقاب پوشید. مثل دوست‌ها رفتار کنید. یک چند اشیاء قیمت بها رو همراه گیرید. آن سه نفر رو چیکار کنیم؟ میکشید. هر سه اشون رو. هر سه اشون رو. من میروم.
ба куҷо? донистанат шарт аст. ӯ ба куҷо мерафта бошад? намедонам хонум. ту наистода давом бе. охир дучори садама мешавем. уф бало замад. به من نگر. من در این حجره نشسته گوش میکنم. چشمم به توست. آن زن هر چیزی میگوید بگذار گفتن گیرد. اگر به او اشاره کنی تو را میکشم. مرا فهمیدی؟ خوب خوش آمدید. با تو چی شد؟ پایهایم سوختند. یعنی چی خیل سوختند؟ در ازمیر سوختار به عمل اومد. تو اینجا چی طور اومدی؟ یک بلا کرده آمدم. پرنده ها گریزه آوردند، فهمیدی؟ این طور باشد به نزد خانم آسیا چی طور میروی؟ ای خدا چه خیل آسیا، من به این احوال چی طور میروم؟ نمیبینی؟ من فکر کردم این کار نمیشود، این کار رو نمیکنم. عقلت رو خورده ای مگر؟ این قدر نقشه هایمون برباد میروند ها؟ این قدر ثروت رو با کی دادن میخواهی؟ گوش کن، اگر امروز روی آسیت رو دخترش فکر کرده با آغوشش میگیرد. خوب فکر کن. کجا رفتند اینها؟ اکنون چیکار کنیم خانم؟ با کدام راه رویم؟ پسرم تو رفته دستوریت رو شوی، من نمازم رو خونده می آیم. میلش مادر جون. کجا گم شد؟ نمیدونم خانم. با کدام طرف کردم؟ این تاکسی جانان رو نبرده بود مگر؟ ایستو من کن.
Yoridin, yoridin. خیز همراه با استانبول میرویم. یگان خانه رو اجاره میگیری، من تو رو نگاه بین میکنم. ببین خدمتگار هم نداری. در اینجا تنها چی میکنی؟ نمیروم گفتم نمیفهمی. با من نگر. من با تو کودک نیستم. از روی یک روی تو فرصت خوب رو از دست دادنی نیستم. مجبوریم که یگان کس رو با این زن نشان داده دخترت از گویم. یا تو رو یا فریده رو. یگان کس رو انتظار بودی؟ نه. در کجا میگردی؟ دخترم در کجاست؟ یک دقیقه لیکن همین قدر انتظار شدم کافی است. اما آسیا دخترم خداوندا فرزندانم رو در پناهت نگه دار. گناهایم رو ببخش.